سلام، وقتتون بخیر. من مرجان ملی هستم، عضو NGO آقای همیاری شرق و توی این ویدیو قرار هست با هم دیگه در مورد تاب‌آوری صحبت کنیم. ترجیح بر اینه که اول یه داستان کوتاه بشنویم در مورد تاب‌آوری و اون چیزی نیست جز داستان اسکیموها. اسکیموها توی سرترین نقاط زمین زندگی میکنن و تصورش بر ما این مقدار سخته که توی این موقعیت بحرانی ان احتمالاً، ولی اسکیمو این رو پذیرفته که شرایط زندگیش به همین شکل هست و به جای اینکه بشینه و قصه اینو بخوره که چرا توی سرترین جای دنیا دارم زندگی میکنم، برای خودش شروع میکنه به ساختن خانه‌های از یخ و زندگیش رو ادامه میده. برای تک تک ماها موقعیت‌های پیش اومده که توی بحران قرار گرفتیم و دچار فروپاشی روانی شدیم. ما می‌خوایم با هم دیگه تمرین بکنیم روی اینکه اگر هم دچار بحران شدیم چطور میتونیم ازش گذر بکنیم و چطور ازش عبور کنیم. خب ببینیم اصلا تعریف تاب‌آوری چیه؟ تاب‌آوری یعنی توانایی کنار اومدن ما با چالش‌های زندگی. وقتی دچار بحران میشیم ممکنه دچار فروپاشی عاطفی و روانشناختی بشیم. حالا یکی از ارکانی که نشون میده ما فرد تاب‌آوری هستیم این هست که بتونیم خودمون رو جمع و جور بکنیم و برای خودمون یه حالت بهبودی رو ایجاد بکنیم. خب خیلی مختصر با هم بررسی بکنیم که چه عواملی میتونه به ما کمک بکنه که ما تاب‌آوری بالاتری رو تجربه بکنیم. اولین مورد که خیلی هم ساده هست، تغییر نوع سوالمونه. وقتی توی یه چالش گیر میافتیم معمولا سوالی که ذهن ما رو درگیر میکنه اینه که چرا اینجوری شد؟ اوکی، چرا اینجوری شد؟ حالا میخوایم تغییرش بدیم به این که حالا که اینطوری شده من چیکار میتونم بکنم بعدش. دومین مورد اینه که ما تغییر جایگاه بدیم، یعنی از جایگاه یه فرد بازنده تغییر جایگاه بدیم به فرد برنده. و اما سومین مورد که یه تکنیک عملی و اجرایی هست اینه که وقتی ما دچار یه فروپاشی روانی میشیم چقدر خوبه که یه جمعی از افراد امن رو دور و بر خودمون داشته باشیم. ما به این تکنیک میگیم تکنیک جعبه ابزار ایمیلی. همونجوری که ما توی خونمون یه جعبه ابزار داریم و هر آچاری برای کار خاصی استفاده میشه، چقدر خوبه که ما آدمای امنی رو داشته باشیم که بدونیم توی موقعیت بحرانی روی کدوم یکیشو میتونیم حساب بکنیم و بودن کنار کدوم یکی از اونها میتونه تجربه کامیابی بیشتری رو به ما منتقل بکنه. پس در مجموع به این نتیجه رسیدیم که تاب‌آوری یکی از مهارت‌های زندگیه که لازم ما قبل از اینکه توی بحران‌ها قرار بگیریم در مورد اونها اطلاعات داشته باشیم و یه سری آموزش‌ها رو ببینیم.